تا حالا برات پیش اومده که صبح از خواب بیدار شی ولی احساس کنی که هنوز خسته‌ای یا ظهر نشده دیگه جونی برای ادامه کارات نداری؟ سلام دوست خوبم، به کانال یوتیوب اندیشه نو خیلی خوش اومدی. انرژی همینه، مثل یه باتری نامرئی میمونه که صبح زود شارژ میشه و اگه حواست بهش نباشه خیلی زود خالی میکنه. پس خیلی مهمه که حواست بهش باشه که کجا و چطور اونو خرج کنی. توی این ویدیو میخوام در مورد انرژی صحبت کنم، بگم که چرا این انرژی انقدر مهمه، چون بدون انرژی ما بهترین برنامه هم داشته باشیم نمیتونیم کارا رو درست پیش ببریم. پس این انرژی چیه؟ چرا باید ازش مراقبت کنیم و چطور میخواد زندگی ما رو تغییر بده؟ خب این انرژی چیه و چرا انقدر مهمه؟ ببین، من سعی میکنم خیلی خودمونی در قالب مثال توضیح بدم. انرژی همون چیزیه که وقتی از خواب بیدار میشی باعث میشه بتونی روزت رو شروع کنی، کارات رو انجام بدی، برنامه‌ات رو جلو ببری و حتی از لحظه‌هات لذت ببری. اما نکته اینجاست که این انرژی فقط مربوط به بخش جسمی ما نیست، مثل وقتی که خسته‌ای و نمیتونی قدم از قدم برداری. انرژی یه چیز بزرگتره و به کل وجود ما ربط داره. یه بخشیش جسمیه، مثل حالا وقتی که خسته یا گرسنه‌ای و نمیتونی کاری انجام بدی. یه بخشیش ذهنیه، مثل زمانی که فکر درگیر 1000 تا چیزه و نمیتونی تمرکز کنی. و یه بخشیش مربوط به احساس ما هست، مثل وقتی که ناراحتی یا استرس داری، یا حتی وقتی که انرژی از تعامل با آدم‌های منفی خالی شده. اینا رو گفتم تا بدونی که انرژی فقط مربوط به جسم و بدن نمیشه، توی احساسات، افکار و ذهن ما هم هست. یه مثال دیگه بزنم. فکر کن یه روز خواب کافی نداشتی. خب بعد اون روز فکرت هم پر از فکرهای منفی و استرس. نتیجهش چیه؟ تو اون روز نه تمرکز کافی داری، نه حال و حوصله برای انجام کار. حالا دقیقاً برعکسش رو تصور کن. هم خواب کافی داشتی، هم توی اون روز تغذیه سالم و خوب داشتی، هم تحرک بدنی داشتی، هر چند یه چیز کوچیک، یه چیز ساده مثل یه پیاده روی، و همین که ذهنت اون روز آرومه. انرژی تو توی اون روز چقدره؟ انگار میتونی یه کوه هم جا به جا کنی. غیر از اینه؟ انرژی دقیقاً مثل سوخت ماشین میمونه. اگه درست بهش برسی تو رو میتونه به هر هدفی برسونه، اما اگه هدرش بدی برای انجام یک کار کوچیک، یک قدم کوچیکم کم میاری. حالا چطور ما این انرژی رو از دست میدیم؟ خیلی وقتها ما حواسمون نیست که اصلا چطوری انرژی رو از دست میدیم. مثلا وقتی با دوست‌ها یا آدم‌های مدام در ارتباط هستیم، اون آدم همش به ما استرس وارد میکنن، همش از اخبار میخوان بگن، همش از وضعیت بد میخوان بگن، همش از نمیشه ها میگن. این آدم‌ها بدون که حتی خودشون متوجه باشن باعث میشه که ما باک انرژیمون خالی بشه و انرژیمون هدر بره. یا یه مثال دیگه، مثلا وقتی که صبح از خواب بیدار میشی و بلافاصله اولین کاری که میکنی میری سراغ گوشی و سراغ شبکه‌های اجتماعی. بعد از چند دقیقه نه تنها زمانت رو از دست دادی، بلکه یه عالمه فکرهای منفی از قبیل استرس و مقایسه و این چیزها هم وارد ذهنت شده. نتیجهش هم انرژی ذهنیت کم شده، هم حال و هوات تغییر پیدا کرده. پس سوال مهم، چرا مدیریت انرژی مهمه؟ مدیریت انرژی یعنی اینکه بدونی هر روز چه مقدار انرژی داری و چطور از اون انرژی استفاده میکنی، در واقع چطور اون انرژی رو خرج میکنی. مثل بودجه‌بندی مالی میمونه. حالا چرا میگم باید بدونی هر روز چه مقدار انرژی داری؟ چون مثلا من پردیس ممکنه امروز انرژیم زیاد باشه، فردا انرژیم کم باشه. همونطور که تو مثالای قبلی گفتم، انرژی ما به عوامل زیادی ربط داره. به خواب ما ربط داره، به تغذیه ما ربط داره، به تحرک بدنی ما ربط داره
به تعاملاتمون با آدم‌های مختلف ربط داره، به احساساتمون، حال و هوای درونیمون ربط داره، به افکارمون ربط داره. پس من وقتی میدونم امروز انرژیم زیاده، میدونم با این انرژی زیاد کدوم کارام رو میتونم پیش ببرم، کدوم کارام مهمتره، اونها رو امروز انجام بدم. وقتی امروز انرژی من کمه، میدونم با همین انرژی کم کدوم کارا رو هست که میتونم پیش ببرم. و یه نکته دیگه که خیلی میتونه کمک کنه اینه که نسبت به خودم به این شناخت برسم که چه چیزهایی به من انرژی میدن، چه چیزهایی انرژی رو از من میگیرن. مثلا من پرهیز میدونم که اگه وقتی انرژیم پایینه پادکست مورد علاقم رو گوش بدم، انرژیم کم کم میاد بالا. برم توی پارک نزدیک خونمون قدم بزنم، انرژیم میاد بالا. برم یه مغازه یه لوازم و تحریری که خیلی پر از تجهیزات و چیزای ریزه میزه و قشنگ داشته باشه، حتی اگه چیزی نیاز نباشه بخرم، فقط ببینمشون بهم انرژی میده، منو به وجد میاره. تو هم باید این وقت رو برای خودت بذاری، بدونی متوجه بشی که چه زمانهایی بوده، چه چیزهایی بوده، چه موقعیتهایی بوده که به تو انرژی دادن و چه چیزهایی اون انرژی رو از تو گرفتن. وقتی میتونی انرژیت رو مدیریت کنی و یاد گرفتی که انرژیت رو مدیریت کنی، به مرور یه اتفاق جالب میفته، این که میبینی نه تنها کارات رو داری بهتر انجام میدی، بلکه احساس بهتری هم نسبت به خودت و زندگیت داری. پس خیلی مهمه که ما بدونیم انرژیمون رو صرف چه چیزهایی میکنیم و چطور اونها رو خرج میکنیم. این رو باید یاد بگیریم. اون وقت از انرژیمون مثل یه گنج مراقبت میکنیم و حواسمون به اون انرژیمون هست، مدیریتش میکنیم. حالا که از اهمیت انرژی و مدیریت اون صحبت کردیم، نکته مهم اینه که چطور این انرژی رو در طول روز حفظ کنیم. ببین، همه چیز از همین لحظه های کوچیک شروع میشه. مثلا این سری وقتی صبح از خواب بیدار میشی، به جایی که فوری بری سراغ گوشی، چند لحظه چشاتو ببند و چند نفس عمیق بکش. چند لحظه چشاتو ببند و به این فکر کن به خواستت رسیدی. وقتی تو به خواستت برسی، چه حس و حالی رو داری تجربه میکنی؟ حس و حالت چیه به اون خواسته ای که همیشه دوست داشتی بهش برسی؟ اون حس و حال رو تجربه کن و چشات رو باز کن. همین کار کوچیک 2-3 دقیقه هم بیشتر وقتتو نمیگیره. انگار اولین جرعه از انرژیت رو درست خرج کردی. یا وقتی به بدنت احترام میذاری، حواست به تغذیت هست، به تحرک بدنی داری، برای خودت وقت میذاری، با خودت خلوت میکنی، تأمل میکنی، همه اینها داری از انرژیت محافظت میکنی. یا حتی وقتی یاد گرفتی که به موقع نبگی و وقتت رو صرف کارهایی که دوست نداری نکنی، داری از انرژیت محافظت میکنه. انگار انرژیت مثل یه رودخونه آروم و زلال در جریانه، نه مثل آبی که داره هدر میره. هر بار که حواست به این باشه که داری به چی فکر میکنی، یعنی آگاه باشی به افکارت. در وهله اول این افکار ما هستن که احساسات خوب و بد رو در وجود ما به وجود میارن. یه افکار از یه چیزی در وجود من شکل گرفت، منو میریزه به هم و من نسبت به این آگاه هستم. وقتی آگاه شدم میتونم الان تغییرش بدم. میتونم فکری که من رو منقلب کرده، حالم رو خراب کردن رو ببرم به سمت و سوی مثبت. میتونم به داشته هام فکر کنم، میتونم به خواسته هام فکر کنم و تغییرش بدم و حال و هوام رو کم کم عوض کنم. پس یه بار دیگه، هر بار که حواست باشه که داری به چی فکر میکنی، آگاه باشی به افکارت. هر بار که حواست باشه که داری به چی نگاه میکنی و اجازه میدی که چشمهات چه چیزهایی رو ببینن و به چه چیزهایی توجه کنن،
کنن. به عبارتی گوشهات چه چیزهایی رو بشنون هر بار که حواست به خورد و خوراکت باشه، متوجه باشی که چی داری میخوری، متوجه باشی که وقتت رو صرف چه آدمهایی داری میکنی. یه قدم مهم برای خودت و انرژی و همین قدم‌های کوچیک و به ظاهر ساده هست که اتفاقات و تغییرات بزرگ رو در زندگی ما به وجود میاره. خب همین امروز، همین الان ازت میخوام که یه وقت کوچیک و کوتاهی رو برای خودت بذاری و ببینی چه چیزهایی توی زندگی تو هست که به تو انرژی میده و چه چیزهایی در زندگیت هست که این انرژی رو از تو میگیره. به این شناخت برس و بهش فکر کن. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه و ازش تونسته باشی بهره ببری. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما برام کامنت بذار و بگو که تو چطور حواست به انرژیت هست و تو چطور مراقبت میکنی از این انرژی. مرسی که تا همراهی کردی. عشق و آرامش در زندگیت جاری.